بعدی که رو پوست تمیز بعد از این 3 مرحله استفاده میکنم سرم ویتامین سی تراس اسمارت هست. محصول برای کسی که دوستان پوست شفافی داشته باشن، تو روتین شبتون میتونید استفاده کنید. دومین محصولش مکملش کرم هست، کرم ویتامین سی. هر دو این در کنار هم باید استفاده بشه، یعنی هر محصولی سرم ها مکمل خودش رو باید استفاده کنید تا پوستتون بهترین جواب رو پوستتون بگیره. من هر دو رو استفاده میکنم. 3 قطره برای کل صورت کافی هستش ویتامین سی. بعدش کرم بی‌نظیر استفاده میکنید. هر دو کرم ویتامین سی میتونید روزها استفاده کنید، بعد از ضد آفتابی بیرنگ استفاده کنید که باعث میشه پوست خیلی شفافی هم داشته باشید و لکی دچار نشید. اینا محصولات بنده بود که بهتون معرفی کردم. یه روتین دیگه هم دارم بهتون معرفی کنم، ولی اون فرق میکنه با بقیه.